سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحت سلامت باشین و از شما تشکری میکنیم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از خانم پرستوی نازنین است که این ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. گفتی میایم دنبالت بر پشت اسب رویا. متاسفانه من نمیفهم که همی کمپوزیتور از آهنگ زیبا کی است و شعر از کی است. لطفا اگر شما میفهمیدین ما را همچنان در جریان بگذارین. این آهنگ زیبا را ما میخوایم که از کرچی که خود خانم پرستو خونده از اونجا بخونیم که ای است. در این آهنگ اردوی گه استفاده شده و نی ما کومل و یا فلت است. ما میتونیم بگوییم که آهنگ مربوط تات کافی یا دوریان مود است که گه و نیش فلت و یا کومل می باشه. خب اگر ما از ای بخونیم، دوریان مود ما چه رقم شکل داره بروی پرده های ارمونیه؟ سا ری گا ما البته گفتیم که در این آهنگ اردو گه استفاده شده. آهنگ در شروع خود یک آلاب زیبا داره. آهنگ از A میجر کورد شروع میشه اینطور، ولی این ورژن است. این دو تا آمده، این دو تا نوت ما که به حساب ده و سه ما است آمده اینجا اینطور. این ورژن شده، یعنی سرچپه شده. آهنگ از این می شروع میشه. آهنگ از سکند انورژن A میجر کورد شروع میشه اینطور. بعد از این آهنگ در A میجر کورد استارت میشه، اما در سکند انورژن این دو تا نوت میایه اینجا. آهنگ ما از سکند انورژن A میجر کورد شروع میشه اینطور و آهنگ از سه شروع میشه. گفتی میایم دنبالت. شما دیدید دوستای عزیز که چقدر زیبا اردو گه استفاده میشه. یک بار دیگه ما ایره کار میکنم، شما لطفاً به دقت ببینین. گفتی میایم دنبالت بر پشت اسب رویا. سما گما. این قسم آهنگ شروع میشه. گفتی میایم دنبالت بر پشت اسب رویا. آهنگ دمی A میجر کورد استارت میشه، اما در این قسمت فرست انورژنش میشه، یعنی این نوت ما میایه در جایش اینطور. کذبان سرایت امسایه ها دخترها گفتی در انتظارم. حالا را یک انگشت کار میکنم. گفتی میایم دنبالت بر پشت اسب رویا. کز بام
دختر گفتی در انتظارم. آهنگ دوباره دینمی A میجر کورد سکند انورژن استارت میشه. باز از اینجا دوباره پس مو آلاپ شروع میشه. این آستای آهنگ بود دوستای عزیز. قسمت باقی مانده آهنگ ما در ویدیو دیگه خدمت شما آماده میکنم.